سلام، حالتون چطوره؟ چه قشنگی بنده بچه. امیدوارم که خوب باشین یا اینکه وقتی این ویدیو رو میبینین حالتون خوب باشه. هیچی منتظر نیستم. من حدیثم. دیگه لازم نیست بگم کجاست اینجا، صداش معلوم. اینجا دهلیه در کشور هند. مرسی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین و صرفاً امیدوارم که توی این کانال با هم گپ و گفتگوی بهره‌مندی داشته باشیم و بتونیم از تجربیات و ماجراهای هم دیگه بشنویم و درس بگیریم و خلاصه یه جوری زندگی کنیم. در مجموع قرار کلی اتفاق و کلی خاطره ها، کلی تجربیات هم توی این کانال خیلی خلاصه بخوام بگم به اشتراک بگذارم، کنار همدیگه به قول معروف طراحی کنیم، کنار همدیگه بتونیم چیزای کوچیک بسازیم و کتاب بخونیم، فیلم ببینیم، همدیگه اینا رو معرفی کنیم، شیر کنیم. همه این چیزای باحال برای من که خیلی باحاله، امیدوارم حالا برای شما هم باحال باشه و کنار همدیگه پیش ببریم. این پس حوزه کلا توضیح راجع به این حالا خودم و این کار. و اما اینجا هوا به شدت شرجیه فعلا که فصل باران‌های موسمی هست. اتفاقا صبح یه بارون خیلی زیادی زد، فکر کنم روی پنجره پیداست. بیرونم چون بارون اومده خیلی ترافیکه. حالا میتونی نشونتون بدم بچه شاهین چیه ولی خیلی بامزه است. بکنم اینجا اینا میان پرواز میکنن و وقتی که میخوام بخوابم میرن روی این پشت بوم ساختمونه، ولی وقتی که بارون میاد و بارون برمیاد میان میشینن اونجا روی درخته. خیلی زیاده. در 12 تایی هست. فکر میکنم که برای این ویدیو از اینکه اینجا قراره چه اتفاقایی بیفته و چجوری کنار هم باشیم کافی باشه این ویدیو.